23 ایول در نماز جمعه در مسجد جامع واقع در محله 14 شهر بختر امام خطیب برای شمس‌الله صاحبوف داماد پرزیدنت تاجیکستان و مالک شرکت فراز دعا کرده است. قاری حیدر امام این مسجد همچنین از نمازگزاران خواسته است که برای خواهر پرزیدنت قربانی رحمانووا نیز دست به دعا بکشایند. خداوند همه شما را حفظ کند. گذشتگان جناب عالی را خصوصا خواهرش را که چند روز پیش گذشتند رحمت و مغفرت کند. شمس‌الله صاحبوف از خانواده پیشوای ملت را خداوند شفا دهد، گفته از قاری حیدر هنگام دعا در نماز جمعه. به گفته نمازگزاران امام خطیب درباره چی بیماری داشتن شمس‌الله صاحبوف و از کدام بیماری درگذشتن خواهر پرزیدنت چیزی نگفت. مقامات تا کنون درباره علت مرگ قربانی رحمانووا رسما شرحی ندادند، ولی رادیوی آزادی خبر داد که خواهر پرزیدنت روز 20 ایول در روز عید قربان در بیمارستان حکومتی واقع در شهرک طبی میدگرداک شهر دوشنبه از کرونا ویروس وفات کرده است. قربانی رحمانووا 64 سال داشت. همینطور بنا به اطلاع دریافته شمس‌الله صاحبوف دست کم یک ماه باز از کرونا ویروس تبابت میگیرد، ولی وضعش همچنان جدی باقی میماند. شمس‌الله صاحبوف در پایان ماه ایون در بیمارستان پژوهشگاه گاستروانترولوژی معروف به کلینیک منصور در دوشنبه چند روز تبابت گرفت و در اول ماه ایول از این بیمارخانه جواب داده شد. اون وقت گفته بودند که وضع سلامتی داماد پرزیدنت هنوز پررا خوب نشده است و او باید در خانه به تبابت خود همچنان ادامه دهد. یک منبع نزدیک به عائله پرزیدنت به شرط برده نشدن نامش به پایگاه خبری بامداد گفت در حقیقت چند نفر از نزدیکان پرزیدنت به کرونا ویروس گرفتار شدند. اکثر آنها در زیر نظارت طبیبان در خانه تبابت میگیرند. وضع شمس‌الله صاحبوف نیز نسبت به گذشته، خصوصا نسبت به روزهای اول بیماریش که در کلینیک منصور قریب 2 هفته در زیر دستگاه نفسکشی سونی قرار داشت نسبتا بهتر شده است، ولی همچنان جدی باقی میماند. به گفته این منبع برای تشخیص وضع سلامتی شمس‌الله صاحبوف از خارج کشور نیز طبیب آوردند و طبق نقشه بعد کمی بهتر شدن وضع سلامتیش و پیدا شدن امکان انتقالش او را برای ادامه تبابت به آلمان خواهند برد. این منبع گفت دادر عروس پرزیدنت رئیس آریون بانک حسن اسدالله زاده نیز گرفتار کرونا ویروس شد، ولی او بیماری را سبک گذراند. حسن اسدالله زاده که گرفتار بیماری جگر است در مسئله کرونا ویروس شدیداً احتیاط میکرد. همصحبت بامداد گفت رهبر آریون بانک هنوز قبل از مادرش ازبکبی اسدالله و گرفتار کرونا ویروس شده بود. مادر اسدالله زاده و خوشدامن پرزیدنت امامعلی رحمان شام 5 ایول در کلینیک منصور از عالم چشم پوشید. علت مرگ او را نیز منابع غیر رسمی کرونا ویروس گفته بودند. قبلا خبر داده بودیم که پلکونیک فخرالدین سفرزاده پسر قربانبی رحمانووا نیز گرفتار کرونا ویروس است و به این دلیل روز 21 ایول نتوانست در نماز جنازه مادرش در دهه مالکوی نویه دنغره اشتراک کند. در عموم منابع غیر رسمی درباره به کرونا ویروس پیچیدن بیش از 10 تن از خویشاوندان نزدیک پرزیدنت تاجیکستان خبر میدهند.